علیکم و رحمت الله و برکاته. ما فرقان فلسطین مراجعت ما به فرزندان ما وصیت میکنم که و وصیت ما میگه که پیروی ای معلم شون بکنن، پیروی ای معلم شون. معلم منکیه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیروی ای صحابه کنن و پیروی ای پدرشون بکنن. همون وقت ما رضایم. برای چی بگیم؟ برای که فرزندای ما شما رو برای چی شامل نمیکنم، مطلب شامل نمیکنم که رنگی همونند برادر ما شامل به سیف حکومت طاغوتی را بزانو بغلتونه باذن الله. و چرا برای چی عبدالله نمیکنم که بنده اساسی الله باشی، همه امرای الله را قایم باشی. انسان الله را هرگز دوست داشتگی نیست تا او وقتی که اطاعت کنی الله را دوست نداره. الله را هرگز دوست داشتگی نیست تا او وقتی که اطاعت کنی الله را دوست نداره. و زینب جان ما ترا برای چی زینب نمیکنم؟ زینب اساسی شاید که سخنهای ما را میشنوی دیگه ما را نبینه. ما ترا زینب ماندم که با مانند دختر پیامبر صلی الله علیه وسلم، با مانند همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم با شرم باشی، شرم و حیا را شعارت کنی و خدمتگاری در دین باشی و ای به شرم که غیر مجاهد دیگه نفر خطی زندگی کنی. انشاءالله باذن الله فقط شوهر در میدان جهاد میکنی انشاءالله باذن الله دائما. و مقصد ما و اون وقت ما اتریزایم که مهرت باید قتل یک مرتد باشه، یک کافر باشه، یک منافق باشه. مهرت فقط کمیره که انشاءالله باذن الله الله سبحانه و تعالی که میسر کنه، فقط میگوی مهر ما یک مرتد میکشی، یک کافره زمین الله تازه میکنه. ما از برای الله دوستان ندارم و خالد ما که خالد جان فقط فکر که نامی تکیه خالد، فقط تاریخ خالد اوچ که خالد کی بود، ما برای چی طرح خالد نمیکنم. تو انشاءالله باذن الله پیروی خالد بن ولید میکنیم. انشاءالله باذن الله تو سبب شد که اندلس اسپانیا را باید انشاءالله باذن الله ای تای حکم طاغوت انشاءالله آزاد کنه و حکم الله را باذن الله سبب شد که کمران کنه. و ما تونستیم نتونستیم انشاءالله باذن الله شما باید تا هر جایی که زمین الله زمین ما و هر جایی که یک انسانیت انسانه الله خلقش که باید با قانون الله زندگی کنه، یا جزیت تا یا گردن شب میزنیم انشاءالله باذن الله. ما تونستیم میتونیم، نتونستیم فرزندای ما شما باید کار بگیریم. فقط در کره زمین فقط یک حکم باشه، حکم الله، غیر حکم الله دیگه حکم باید نباشه. در امان الله باشین و در حکم دعا کنین، قایم در قانون الله مستحکم باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.